یکی آمد پیش حکیم علامه تانوی گفت ذکر میکنم اینجای پیشانیم نور احساس میکنم. حکیم علامه تانوی رحمت الله تعالی علیه فرمودن تمام ذکرها رو تعطیل کن، روزانه سر خودت رو با روغن ماساژ بده، روزی یک دانه سیب بخور. و برای چی؟ گفت اینا نشانه ضعف اعصاب. اون بیچاره فکر میکرد اینجا نورافکنی روشن شد و حتما دیگه الان ما به کجای جنت رسیدیم و جنت رد شدیم حتی. و حضرت فرمودن این نشانه ضعف اعصابه، ذکراتو از این تعطیل کن و این چند تا کار دیگر هم انجام بده. اینا علامت نیست ما نوری دیدیم، اونجا یک چیزی دیده شد، آی فلان کشف شد. اینا معیار نیست و اینا نشانه نیست که با اینا بخوایم خودمون رو محک بزنیم ما کجای کار هست. علائم و نشانه ها رو نبی ما گفته مؤمن کامل کیه، مسلمان واقعی کیه.